مسئولان امنیتی میگویند که به اثر آتش سوزی در یکی از مارکت های میوه در مربوطات ناحیه چهارم شهر کابل شماری از دکان ها حریق گردیده است. وزیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیت کابل با رادیو آزادی گفت که مامورین آتش نشانی به ساحه رسیده و به زودی آتش را خاموش میکنند. دکانداران میگویند که در این رویداد به میلیون ها افغانی موادشان آتش گرفته و از بین رفته است. از خودم که من فکر میکنم که 1.5 میلیون افغانی از خودم خساره بند شده. تنها ضررش برای خودم رسیده که 7 لک روپیه تنها بوجی خالی بوده دیگه، غیر از اینکه بدر دکان حریق شد بالا دیگه. این دکانام بدر هر کدامش 5 لک 4 لک 6 لک بدر خان خساره برشون رسیده با مکمل. لحظه که اطفائیه آرند کرد، موتر جرانده آرند کرد، موتر شفاخانه آرند که به دو طرف راه ریره کنند که به مقصد خود زودتر مریضم برسه. اطفائیه هم به این خرابی علتش خود مردم بود که از بایسکل سوار از موتورهای زوراور، از موتورهای شخصی از مردم راه ریره نکنند. این خرابی زیادترش اطفائیه زودتر وقت رسیده است. تا حال عامل این آتش سوزی معلوم نیست. این در حال است که قبل از این نیز با اثر آتش سوزی در شماری از مارکت های شهر کابل خسارات انگفت مالی به مردم وارد گردیده است.